سال 2021 تلویزیون‌های دولتی قرقیزستان از یک اقدام پرزیدنت سودیر جابوروف خبر دادند. وی کلید خانه عائله خود را در بیشکک بر رهبری شرکت ایپاتکا تقدیم کرد. خانه با مساحت 400 متر مربع باید در مزایده گذاشته میشد و گفته شد که با پول آن در دایره برنامه قرض امتیازناک به 10 عائله خانه خریده شود. در واقع شرکت دولتی ایپاتکی خانه را با مبلغ $318,000 فروخت. از نگاه اول این یک شرطنامه عادلانه به نظر می رسد، ولی ما با این شبهه کردیم و طوری معلوم شد این بی سبب نبود. خانه را نفری از اطرافیان پرزیدنت ارزوبک بورقانوف صاحب شده است. شرکت ایپاتکی بعداً تنها از فروش خانه و مبلغ آن خبر داده درباره خریدار آن چیزی نگفته است. ولی سال 2022 خبرنگاران لایحه‌ای تیمیرف لایف معلوم کردند که خانه پرزیدنت را گلنوره ترقلووا خریده است. او از مؤسسان یک حزب است که خویشاوندان مشاور پیشین رئیس جمهور ارزوبک بورقانوف هم اعضای آن می باشند. با گفته خبرنگاران، بورقانوف سال 2013 پرزیدنت را دوست نزدیک خود خوانده بود. اما آن وقت ما تنها دلیل‌های غیر مستقیم داشتیم. 12 دکبر وقت یاردمچی پیشین پرزیدنت ایدر خالقوف تصمیم گرفت ضد نظام براید، همه چی تغییر یافت. وی سندهای را نشر کرد که طبق آن خانه از پسر بورقانوف از عزت است. بعد از چند روز نسبت خالقوف پرونده جنایتی باز کردند. ماه ینور با درخواست حکومت قرقیزستان وی در مولدووا بازداشت شد. پژوهشی تیمیرف لایف و کلوب درستی این معلومات را تصدیق کرد. معلوم شد که خانه جابوروف از ماه اکتبر 2024 به پسر ارزوبک بورقانوف تعلق دارد. این باری اول نیست که نزدیکان وی قهرمان تحقیقات خبرنگاران می شوند. به اطلاع محققان تیمیرف لایف، شرکتی وابسته به بورقانوف ها معرکه انتخاباتی جابوروف را سرپرستی می کرد و بعدی به سر قدرت آمدن او این شرکت برنده چندین قراردادهای بزرگ دولتی شد. کلوب خبر داده بود که نخستین کازینو در بیشکک از اعضای خانواده بورقانوف است. دیرتر خبرنگاران نوشتند که نزدیکان بورقانوف در از خودکنی بازار خیاطان دست دارند و تجارت شهرداری پیشین بیشکک را هم صاحب شدند. آیا شرکت دولتی ایپاتکا زیرتابع دستگاه پرزیدنت خانه جابوروف را واقعا فروخته است یا آن فقط از یک جای به جای دیگر گذشته است؟ ما نمیدانیم. کلوب در نامه از شرکت ایپاتکی پرسید که آیا از فروش خانه پول به دست آورده است و آن را به چی صرف کرد؟ پاسخ را انتظاریم. به درخواست خبرنگاران، رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت قنیبک تومنبویف پاسخ داد. وی تحقیقات خبرنگاران را بی اساس و مانیپولیاسیون نامید. به تاکید این منصبدار، خانه در واقع طریق مزایده فروخته شد و پول آن در اختیار شرکت ایپاتکی بود. شما کی آگاهانه گمراه کردن مردم و نشر اطلاع بی‌اساسро بس میکنید؟ دروغ هم حد دارد. چشمان شما کارهای خوبی کشور رو هم میبیند یا شما تخم دشمنی کاشته جستجوی مشکل و تهمت‌زنی را ادامه میدهید؟ زیر این نوشته تومنبویف درباره خانه پرزیدنت در یک روز 10 نفر شرح گذاشته از حکومت جانبداری و خبرنگاران تحقیقاتگر را سیاه و تنقید کردند.